روزی دوشنبه صدها اعتراضگر یک بخش شاهرای کنار گوریس ولایت سیونیک ارمنستان را بسته امکان ندادند که سروزیر این کشور نیکول پاشینیان از این استان جنوب و شرقی بازدید به عمل آورد. در ماه نوامبر پاشینیان شرایط آتشبس قره‌باغ کوهی را که از طرف مسکو مطرح شده بود پذیرفته زیر فشار قرار گرفت. مقامات شهردار گوریس اروشانیان را که سرپرست اعتراض نامیده می شود بازداشت کردند. در صحبت با ساکنان ولایت سیونیک، سروزیر پاشینیان راهبندی را اغوا نامیده اعلان کرد که زیارتش از شهرهای گوریس، کپن و دیگر نواحی این استان هممرز با ایران را لغو می‌کند. ساکنان ولایت سیونیک میگویند بعد تسلیم بعضی ناحیه‌های منطقه قره‌باغ کوهی به تصرف آذربایجان آنها خود را امن احساس نمی‌کنند. به قول آنها امنیت در شهرهای پیوست کننده گوریس و کپن هم تامین نیست. وزارت مدافعه و شورای امنیت ملی ارمنستان اصرار می‌ورزد که بر پایه سازش قره‌باغ کوهی مرزبانان روس رفت و آمد و تامین امنیت در راه‌های گرد و اطراف را بر دوش گرفتند. منطقه قره‌باغ کوهی از طرف جامعه جهانی همچون قلمرو آذربایجان شناخته می شود، ولی ارمنی‌های مقیم این منطقه حکم آذربایجان را اعتراف نمی‌کنند. بر پایه سازش کنونی نظارت بخشی از قره‌باغ کوهی و 7 ناحیه کنار آن به دست آذربایجان گذشته است و شماری از ارمنی‌ها مجبور شدند از منطقه بیرون شوند.